سلام علیکم. سلام علیکم. کجا بودی؟ در کوچه بودم بابا. یک چرخی بیری شدم. بابا دیشب مادرم چی میگفتم؟ مادر توی که بیچاره میگفت کمی دماغ ما 5 سال نوزاد داره، چیزی نداره، همی یک لک برای لکن ببخشیم بیچاره قراردار نشه، پریشون نشه. هیچ همی گپا بود دیگه. ببخشیدیم بابا. ما که ببخشیدم. خوب کار کردی. بیچاره 5 سال نوزاد داره دیگر سالا که بده 1 لک دیگرم نداره، کجا بیاره بده. خوب کار کردیم بابا، خیر بینیم. آدم غریبیه دماغ بیچاره. آدم غریبیه بیچاره، پست کنده شده کار کرده دیگه، حال وقتی که نمیشه دیگه. برو دومات خمینا بگم برای چند بابا خوشحال میشه. بابا دیگه به عروسی خود خیلی بگیره. تدارک عروسی خود بگیرم دیگه، به فکر عروسی خود بشم. خوبه، اما برم بگم برای او. ها دیگه برو اونو با خبر کن دیگه بیچاره تک در به درم لیشم. بگو عروسی را مقدر کشال نگیره، مقدر مردم خبر نکنه، چیز نکنه که در و در نشه. آره خیر بینیم بابا، کاش که هم مردم به این فکر باشن. باید مردم به فکر اولاد خود بشن، به دختر خود میده تا گیرم داره از اون میگیره، آخرم دختر گوشنه با خونه میمونه. میرم بابا برای بگم چند خوشحال شدم آدم. بریم خوش، بریم خبر خوشی بدیم. خب کار نداریم همه فلان. خدا سبحانه زودی بیایی گو. میرم همی گپ بگم میام دیگه انشالله. سلام علیکم. خیر سلامت. بفرمایید. یا الله. بفرمایید. خیرتی شکر شما خوبه، خیر سلامتی. شکر خوبم، سلام میگم شما خوبه. کسی نه بری. جوان هسته. بری. چی گفت؟ خیرتی شکر. جلوش. بفرمایید. بیاین. یا الله. بشین. بسم الله. کجای گیلک ما؟ کجا این چی عجب همینجا؟ از ما عجب خونه خودمون. از ما خبر گرفتیم. چی گفت؟ خونه خیریاته. شکر. چیکار میکنی؟ بیکار. گاهی کار باشه کار میکنیم. گیلک گفتیم خونه نیه؟ هسته. همین چیه؟ بله جخ کنم. حضور صاحبه. چند خوشحال میشه این حرفه بشنه. بیرون رفته. آه خیر باشه. یک دقیقه خونه نمیشینه. عباس جان. سال 12 میری. بله. دیشب با خونه. باشه که چای بیارم. نه چای. هست چای. اما به پیش بیشتر با خونه شیشته بودم یک چای میخوردم. من جلوتر از اینا چای خوردم. همین گپ شده برام. همین از اون پیشکش گیلک چندی مونده بوده؟ از پیشکش گیلک؟ بله یا. یک لک بود دیگه. یک لک بمونده بود نه؟ بله یا. دیگه هیچی نمونده. اون کار پیرم ببخشیدم بریو. چی؟ همین یک لک پاک ببخشیدم بریو. پولا یک لک ببخشیدم. پیر شما؟ بله یا. نه. پیار ما مادر و دیشب میتونه بالاخره خودی هم بشیشتم. گفتم همین دوماد ما مثل بالاخره چند سال نامزاد داره همین سلاکر بداده یک لک دیگر میتونه برای ببخشیدم برو. باز بلکه گیله کردم ببینم بگم اگه نشد یا دوباره میام بالاخره
یعنی پیش رو فقط با فکر عروسی خوب خیر بشه. یعنی پیش رو یک لک پیشکش بگونده و آخر ببخشید به گیلک. بله. بگونم گیلک ببخشید دیگه. بله. عروسی خور بکنن دیگه. عروسی خوب آمدگی و حتی پیام میگه عروسی خورم سبک بگیره نمایی که به سر خوب فشار نخوره. عروسی میگی یعنی میگه به جای اولاد ما برادر چی جبره به سر فشار بیارین که قرض کنه غره کنه بالاخره بیاین. خیلی دینی. خداوند شما رو خیر بده. خونه شما باد. بیچاره برا ما مسکین بیچاره. حال معلوم نیست هر روز کار کده بالکل بشه جون. معلوم نیست مثل او دیگه به جای اولاد گفته میشم کسی که دومات کسی آه دیگه بیچاره که مغز زبر بکرد پولای خلاص کردم یک لک نتونست دیگه. خدا شما رو خیر بده. ببینید ما برای میگم. خوبه بگیم یا بالاخره خیلی بریم زنده باشیم. که بشه بیام ببینم باز برای بگم خوشحال بشه. خب بشین نریم باش بگم چای بیاریم چاش رو بشینیم کجا بریم؟ سلامت باشه میرم برو خیر بنی زنده باشی. خب بشین. بریم بریم ما. اول میام خاله اینو بخونه. نون پخته ریشتم. خب خدا شما رو خیر بده. سلامت باشی. سلام برو همگی برو. خداحافظ فعلا. خداحافظ بریم. نه که می‌ریشین داشتم بشین. سلامت باشه. خیر بنی تشکر. خداحافظ. برای بگم دیگه خوبه. خوب باشه سلامت خیر باشه. باشه. خداحافظ. مسئله زورگیری ازمه بترسی که اینا از تو بستون نمیتونی ازمه بشتونی که بترسی با کاغذ باید بیزی کردم ما بیا میدم گپ پینی دل جمع باشد میدم با میترسی کجا گیله چکار میکنی؟ اینا با کجا میکنی؟ تو به چگه؟ نرده گفتم بیا اینا نرده بستون بترسی چرا بستوندی؟ برو بده گناه داره برو بیا ما بیا بده نرنجی گله رسخاره نرنجی رسخاره نرنجی لای کتاب نگاه ناست نگاه بچه خوب ناست روز ما به جنجال خدا میندازی نه خودی و هله چطوری که خاله کلون میاد دست ما به جنجال میندازی کدوم جنجال اینا وقتی سرش تو کار داری چی کار داری؟ لا میزنی نه دیگه اگزیدم نیه بیا تو کار من درسته کلومتونو نزنی حالا از این که تیپ بخورم تیا که ریختار نگاه بخو نکن چرا؟ تا کچه میگه هر که تیمش نیسته به طرف ریختار نگاه میکنه خوبه گیلک یک گپ میتو نکن بس این گپ با خود دقیق که گوشا خوروا کن ایت گپ گوشا دانش یلیه که واکنه ایت گپ به تو بگم نه که بی بال بی پر بپری بابا بی بالی بی پر بپری بابا چکار شده بی بالی بی پر آدم مپره نه پختوی یا کوکستوی یا قمری یا حالا از این گپ نده کیو این گپ به تو بگم چند شیرینی میدی چی شیرینی؟ شیرینی من بگم بری خوبه یک گپای میدینی اما این گوی خصوصی تو آمده بید خب ندیدم قیافی ها او هر روز بیا کار خیلی نبودم که نگاه رو تو رو ببینه اشتباه کار خیلی او به خاطر دیدن تو به یک سال نمیایه بشیدن کن نمایه نده اردن من بعد ما چون مثل که چیز خیر گیلک ایت گل بیا آمده بود گفته که از می پیشکش گیلک چنده و یک لک سبوک و گپ زنم گفتم از این پیشکش گیلک برام گیلک یک لک بمونده دیگه پولای بداده گفته که دیشه بابام خود مادر و گپ زده بود همین مثلا به میرسیده بود که همین یک لک به گیلک ببخشم اشتباه بخشم که همین گیلک همین یک لک دیگه از تو نستمه
ها بیاد گفته بود که به فکر عروسی خوب بشه یک لک ببخشیدیم یک لک از اون خاطر 3-4 سال میشه اینا میام آدم ادعا شرف کردم با تو مرا مسخره میکنی خاطر از این کشتی شیرینی میبده خودت کلا میزنی نه خود تو مرا مسخره میکنی ما چرا او ما بزرگ گفتم تو ایت گل خسور من کمال ایواز قرمه کچانو لوش خربزه رزه میکنه او با ما میبخشه گیلا که میتگم بگفتم ما خال چکار کنم گفته که پیانو گفته که یک لک میبخشم فکر عروسی خوب بشه این بیچاره مسکین غریبی از کار کرده بشریده و قصه دیگه نشد قصه هم پول نمیشم پولا میبخشم حالا پولا ببخشیده باشم واقعیت عروسی بهتون میگم ما اول باور من نشد که گل گفتم نه بابا ما گفتم نه بابا 100 سال دیگه نمیشه تو پولا گیلا خلاص نکنه با گفتم من میرم مقدار خواهم به گیلا کم بود خیلی به فکر عروسی شما برو ببشخیده برو بپرسم ببشخیده بسیار خوش ببخشید خدا بیامد بو گفته گیلا کردم دل جمع که به فکر عروسی خوب بشه ها مدام میرم کجا میری؟ تا کجا میگم بیا بعد بیا من برو چی کردی برو بعد خب برو ما بیاییم سرا بیاییم Steady, steady. با خوشحالی دیلا خیلیت باشه بسوختم در گرفتم مثل من دگه نمیرم بخونی خسور خوب چری؟ تا شاخور دادم پرتو دگه نمیرم بخیلم در تو بند راست بگو چری تو خوشحالی دگه نمیرم بتلو دگه نمیرم بتلو بابا نمیرم بابا ببشکیده چی ببخشید؟ ببشکیده خسور من چی ببخشید؟ یک لک پولام ببشکیده یعنی خسور تو یک لگت پیشکش تو ببخشید؟ گردن ما بعد با شمال عباس پولار ما گفته که خسور بینی تو بیام دید گل انا خسور تو گفته که این چون از روی که چیز شده مثل مرغی ولی پیدا شده از روی کار کرده 4-5 سال نوزباد داره پلاخو نتونسته بدنه ایچی شده یعنی ببشخیده خسور ما ببشخیده یعنی تو یک لگ دیگر با تو ببخشید؟ گفته نمیستونم ای دیلگیو به تو چی بگم گردن و بندی همین خسور تو یک عقل کمال بودی نداشته شبکا کارت بالات کارت بالات تو به زیر قبرستون شه با خدا راست میگو همون خسور بی عقل تو عقل کمال نداشته بفهمیدی شبکا برا با خدا من نباشم از تو سرقی درک بیشتر میتونم مرتکب تو بغضالی نمیگه دختر خسور تو خود کل گنده خود بیعقلی اگه خسور دیشته بشی خسور تو بیعقلیه برو کاکا برو مغز ساعت تو مردنی تو مردنی تو دکترها ببرده تداوی کرده اول شنیدیست که کمر شدی بدی شنیدیست که کمر که بشدی بدی و شنیدیست که گرافیک شدی میگه که مغز ساعت تو کو داره خسور خورال ما از تو بیشتر مایم از اندازه چیز مایم اندازه می دیوار خشی تو نگاه کو وقت بای خودی بودی خسور به نفری میکنه بخیر خوشی از این که تتر نشی که جیره بخیر خوشی تو هم تو نمیشی همه تو دل و جمع نمیشی اگه تو کته شدی ما برات پیار نمیبرم دیشه اگه تو هم از این پیاقلتر نشدی ما هم میگیشه برات پیار نمیبرم برو که اگه بیام آدم گردن و بعد نمون زرطور بزنم که تو یک ما سلو بچلی خدا به تو خیلی نداره و کاری نگاه و غریبی توجه ما خسور ما ببشکیده از پلا ما یک لک ببشکیده انا ما گفته که برو به فکر عروسی خوب شو تا به چند روز دیگه به خیر خوشی توجه انا تا به چند روز دیگه به خیر خوشی عروسی خود میکنم ببشکیده خسور به چطوره بیلا؟ ببشکیده خسور من چی ببشکیده؟ یک لک چی ببشکیده؟ پلا فشکش می پلا فشکش می برادرها برادرها اعلان حسودی میکنه اعلان حسودی میکنه رمضان خیلی بیعقلیه رمضان نمیفهمه یعملتونی تا دستا خب بعد چی که داری؟ سیکو کسی که تا کار میکنه این مخفی به پیش خودی نیست بفهمیدی کسی نمیاد جار نمیزنه به تکلیچه که خسور مببخشیده خاطر همسایه هر روز بیعقله کتور دومات خو کرد هر روز همسایه ما متعنی میدادم میگفتن که من چون تو پلا خود نمیتونی بدی 4 سال یه شده نمیتونی هم داده پولا خود نه حالا که خسور من پلا خود یه نکرده
یک سال به من ببشکیده. برو به سراغ و گیلک بعدم. تو خبر نمیکنم با مدار خوب بگو گیلک گفته به تو به عروسی خبر نمیکنم. تو گردن تو بند بشه کی خبر میکنی که با من خبر کنی. همین همسایه هم ور اثر 50 خونه نیست من نفر نمیگم. پر نمیگم. خب بگو میفهم شما غیر خورده عروسی خود کبه کنه بفهمیدی؟ بله. یک مرغ میکشیم. مدار تو دل جمع که مور به عروسی خدا نون من نمیخوره. با خدا مادر ما به 100 سال دل جمع به عروسی کنیه. از اون رو پیش نکن میگفت که گیلک عروسی خود بکنه من چون من خبر میکنه بابا که اگه نون مور بخورد که بفهم که من بیعقلیم. این تمام میفهم که حضور تو از تو رخصت داره. خوبه. اگر رخصت نباشه تو دماغ خونه میکنه. برو سختتو نگیره من اعلام میکنم. تو جامال از جا پنچری داره این تا کارا نکن که بعد به سراغ برو. کی پنچری داره؟ خولاتو. این خونه ما مشتش داریم میشد چین گیر بخورده. وای 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 با قربان روزه که خونه شما موش ندیش. عباس بله بیا تو بیا راستی خیلی میگم بله این برو خود به خدا برو از این کوچی پشت بگردون که دستا خوری تو بگیرید تا یک سره جار میزنه که پیار ما ببخشیده چی خسول ما ببخشیده چه کار میکنه؟ جار میزنه که خسول ما یک لگه پیشکش ما ببخشیده هرچی میگم برو به سراغ و به گپ نمیفهمه برو که پاک پوش من میبره میگه تو اسویدی اون من کوچی پشت سر من خسروی بیاد خسرو یک کلو پیشکش ببخشید گفته فکر عروسی خوشی تو کارا ببخشیده کو ببخشیده یعنی میگم به تا کوچه جار میزنه همسایه به شما بعد میگه مردم بیگونی چیزو بعد میگه راه گذاره خب خیلی ببخشید حالا به دام سلام مولا بعد اینجا استاده برادرات ما تو خسار ما مفتاح ما بابا چه چیزا چیه؟ چون من نفهمیدم اشتباه کردم به هیچ خدا بدم دروغ گفتم بیا بریم سلام ما مردم رو گفتم گفت خیر نمیفهم بیا بریم گیلک جو سلام بیا من اشتباه کردم دروغ گفتم بیا بریم چرا دروغ گفتی؟ دروغ نفهمیدم به هیچ خدا بدم بیا آه بیا بریم کنم سوی خبر شده بیوش بودی میدا بیا وی تو بگو بیا. بازی نبشخیده نه بیا به سلام بیا و صبح تا کجا بگفتم من گیلک گفت خیر گفت بیا دیگه نگو بس بیا چه کار میکنی؟ توجه برادرها عباس بیوش خونه بده بیوش بده نبشخیده چوب کو بعد بیا بریم بیا